امروز میخوایم در مورد خفن ترین استعارها تو طبیعت صحبت کنیم. خیلی از ماها تو دوران کودکیمون به بازی قایم موشک خیلی علاقه داشتیم و فکر می‌کردیم که خیلی حرفه‌ای هستیم و استاد قایم شدنیم. اما با نگاهی به دنیای حیوانات می‌بینیم که این موجودات این هنر رو به حد کمال خودش رسوندن و واقعاً اساتید حرفه‌ای استعار هستند. کرم کاترپیلار. این کرم در نواحی جنوب شرقی آسیا، هند و مالزی زندگی میکنه. استاد واقعی استتار کردنه، چون میتونه در یک چشم به هم زدن ناپدید بشه و استتار کنه. این کرم برای فرار از شکار شدن توسط پرندگان، مارمولک ها و دیگر حیوانات شکارچی به سرعت خودش رو به رنگ سبز برگ هایی که روی اون قرار داره در میاره و خود را با رنگ برگ ها یکی میکنه و این استتارها به اونها کمک میکنه که تبدیل به پروانه بشن و از طریق تولید مثل زیاد بشن. مارمولک ها به خاطر توانایی تو استتار و محافظت خودشون در برابر شکارچیان مشهورن. این مارمولک ها برای محافظت خودشون از دست شکارچیان و برای شکار حشرات استتار میکنن که خود این مارمولک ها اساتید مسلم استتار هستن و واقعا تشخیصشون تو طبیعت خیلی سخت و دشواره. اختاپوس. 8 پای اختاپوس برای گریختن از خطرش استتار میکنه و رنگ یا حتی شکل و بافت پوستش رو تغییر میده. این جانور باهوش چنان خودش رو با محیط همرنگ و همشکل میکنه که آبزیان شکارچی نمیتونن به راحتی تشخیصش بدن و شکارش کنن. مانتیس یا آخوندک برگ خشک. آخوندک برگ خشک رو میتونی تو آسیای جنوبی پیدا کنیم و شباهت باور نکردنی به برگ‌های خشک درختان داره. این شباهت به استتار آخوندک کمک زیادی میکنه تا از شر شکارچیان راحت بشه و به راحتی بتونه شکار کنه. ماهی سنگی. سنگ ماهی سمی‌ترین ماهی جهانه که علاوه بر اون استاد استتارم هست. در آب‌های کم عمق منطقه هند و آرام و کارائیب یافت میشه. در نگاه اول به تکه سنگ یا قطعه مرجانی شباهت داره. برای همین اسمش شده سنگ ماهی. دیده نشدنش برای شکار کردنش خیلی مفیده. به دنبال شکار نمیره، آروم و ساکت کف دریا میمونه تا شکار بهش نزدیک بشه و توی چشم به هم زدن به شکارش حمله میکنه. جغد بزرگ خاکستری. جغدان خاکستری شکارچیان بی سر و صدا و دقیقی هستند. بزرگترین جغدان جهان همین جغدان خاکستری هستند. قسمت پشت بدنشون توسی رنگ یا زیر شکمشون روشنه که به اونها امکان میده که بتونن راحت با محیطشون یکی بشن و استتار کنن و این استتار به اونها امکان میده که راحت شکار کنن. این جغدها در آمریکای شمالی، شرق آلاسکا و سواحل غربی اقیانوس آرام یافت میشن. ماهی پهن چشم قرمز. این ماهی‌ها میتونن در کف اقیانوس‌ها جمع بشن و با سنگریزه‌ها یکی بشن. این سازگاری و این نوع استتار به اونها اجازه میده که بتونن از چشم دشمنانشون پنهون بشن و در عین حال ماهی‌های کوچیک و لاروها کرم‌ها رو شکار کنن. ماهی‌های پهن چشم قرمز هر دو تا چشمشون یه طرف سرشون قرار داره و اینجوری میتونن کف دریاها راحت به سطح پهن شنا کنن و استتار کنن. مارمولک‌های دمبرگی. مارمولک دمبرگی به خاطر ساختار ویژه بدن خودش به راحتی میتونه استتار کنه. مارمولک دمبرگی یکی از گونه‌های کمیاب مارمولکه که در جنگل‌های ماداگاسکار یافت میشه. این مارمولک به خاطر ساختار ویژه پوست و اندام خودش بدون هیچ مشکلی میتونه تا مدت‌های طولانی استتار کنه. اسب دریایی کوتوله. این جانور را میتوان عجیب‌ترین موجودی دونست که تو بستر دریاها زندگی میکنه. به گونه‌ای که میتوان در محیط پیرامون خودش ادغام بشه و رنگ بدنشون اونچنان با محیطشون هماهنگ میشه که به سختی قابل تشخیصه. این موجودات مرجان دریایی را برای زندگی خودشون انتخاب میکنن، سپس یکی از رنگ‌های موجود در اون مرجان را برای خودش برمیگزینه و مابقی زندگیش را با لباسی از همون رنگ و ساختار که بر تن کرده در همونجا ادامه میده. پدیده‌ای واقعاً عجیب برای یک جانور. حشره چوبی. بدنهای مانند چوب این حشرات به اونها اجازه میده که فقط با ثابت موندن بتونن نامرئی بشن. هزار گونه از حشره چوبی در سراسر جهان وجود داره. قهوه‌ای یا سبز رنگ هستن. در صورت تهدید شدن بی حرکت میمونن، اما گاهی هم از شاخه‌ای که باد اونها رو تکون میده تقلید میکنن. آنها تنها وسیله دفاعیشون استتار نیست. مثلا حشره چوبی آمریکایی میتونه با اصل ملایمی که از گوده‌ای که در قفسه سینه‌ش منتشر میکنه شکارچیان رو فراری بده. اگه این سم وارد چشم بشه میتونه سوزش و کوری موقت ایجاد کنه.